بیاین با هم به تصاویر نادری از لحظه مردن یک شخص، از لحظه مرگش، از لحظه‌ای که داره روح از بدنش خارج میشه که با دوربین‌های حرارتی تصویر برداری شده نگاه کنیم. اماکن گرم و سرد بدن شخص به صورت تدریجی کاملا نشون داده میشن و این تصاویر واقعیه. خوب دقت کنید، این تصویر روح نیستن، چون ما از روح اطلاع نداریم و روح از امر پروردگاره و ما نسبت به شناختی نداریم. این تصاویر فقط نشون میده که چطور حرارت بدن پس از مرگ به تدریج از بدن بیرون میره. ببینید حرارت چطور داره از ساق پا کم کم بیرون میره و به تدریج از بدن خارج میشه، چون که خداوند متعال میفرمایند در سوره قیامت: کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق. بلکه هنگامی که روح به گلوگاه برسه و گفته بشه، یعنی اطرافیان خویشاوندانش بگن آیا کسی نیست که این رو از بیماری و مرگ نجات بده. دقت کنید چطور حرارت داره کم کم، همونطور که روح از بدن خارج میشه، به تدریج از بدن میره بیرون. و ظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق. و وقتی که مطمئن شد این فراق، این جداییه و ساقهای پا از شدت جان کندن به هم چسبید، و حسن بصری رحمه الله میگه یعنی هنگامی که پاهاش بمیرن و توانایی حمل اون رو نداشته باشند، در اون روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. این تصاویری است واقعی از انسان در حال مرگ، یعنی واقعا در این لحظات داره روحش خارج میشه. ببینید چطور